سلام بچه ها، خوش اومدید به چنل خودتون. من آقای همه چی دون هستم. قبل از شروع حتما ویدیو رو لایک کنید و چنلمون هم سابسکرایب کنید. خب این دفعه در خدمتتون هستیم با جعبه گشایی یا همون آنباکس یه درایو نوری. این درایو نوری مال شرکت ایسوس هستش، جدیدترین مدلی که وجود داره، زن درایو. خب الان ما میخوایم اینو جعبه گشایی بکنیم. بعد این مقدار کار تخصصیه، به همین خاطر من مجبورم که یه مقدار اینو با ظرافت انجامش بدم. بله، حالا ما اینو وازش میکنیم، باز شود دیده شود تا که پسندیده شود. خب بله، من اینو افقی کنم بهتر. ببینیم بله، همونطور که میبینید این دستگاهمونه، یک درایو نوری اکسترنال. فقط الان جو انگشت من روش موند که اونم مسئله نیست، بعدم پاکیج میکنم. خب این از دستگاهمون، یک عدد کابل و یک عدد کابل دیگه. این یکی تایپ سی و یه سی دی که برای نصب درایو بشه و یه دونه بعد که به صورت اختصار در موردش توضیح داده در مورد نصب و اینا، و اینم کاتالوگ دستگاه. خب امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. تا ویدیوی آینده، خدا نگهدار.